اینجا آرامگاه خواجه راز، آرامشگاه جانهایی است که دل به 4 پاره تن نمی‌بندند. مقبره حافظ کعبه حاجیان عرفان و عاشقان حیران است. زائر قبلگاه غزل دست خالی از آن بیرون نخواهد رفت، زیرا که خواجه راز در شیراز جنت تراز میزبان او بوده است. رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست. سر درون اشعار حافظ به سرچشمه کلام پروردگار وصل است و تا همیشه جوشان. با عقل آب عشق به یک جو نمی رود. بیچاره من که ساخته از آب و آتشم. پایت را که در سرای این شاعر می نهی، دلت تاب ماندن در سینه را از دست می دهد و چون کبوتری جلد آسمان ابدش می شود. راوی قرآن مجید با 14 روایتش فقط یک شاعر نیست، آیینه‌گردان حکمت و معرفت است در کوچه پس کوچه های رندی و رندانگی. به ناامیدی از این در مرو، بزن فالی، بود که قرعه دولت به نام ما افتد. نیت می کنم دلم را به خواجه راز می سپارم و به شاخ نبات قسمش می دهم. دیوان می گشایم و تفعل می زنم. همای اوج سعادت به دام ما افتد، اگر تو را گذری بر مقام ما افتد.